یه آقای رفت جلو رزرشن مسافرخونه، بعد این شکلی بود، گفت سلام علیکم. گفت سلام علیکم، ببخشید اتاق خالی داره؟ گفت بله اتاق خالی داره، ولی 4 تخته است، اگه مسافر بیاد اجاره میدن. میدن بهم بده. آقا رفت بالا در وا کرد، تختشو انتخاب کرد و خواست دراز بکشه، دید یه شمع اونجا روشنه. رفت خدا چرا خاموش میشه؟ خیلی سختی چرا خاموش شد؟ هر کاری که نتونست این شمع رو خاموش کنه. 2 دقیقه بعد یه نفر رفت جلو رزرشن، دوباره ولی این شکلی بود، گفت سلام علیکم. گفت سلام علیکم، ببخشید اتاق خالی داره؟ گفت والا اتاق خالی دارم، 4 تخته است، یه تختشو اجاره دارم. بده دست درد نکنه. آقا اینم رفت بالا در گفت کیه؟ بعدم سلام علیکم، بعدم اینجا تخت اجاره کردم، بفرمایید تو میتونی شمع رو فوت کنی؟ کدومشم؟ اینشم. بعدم نفسم بد بود، چرا خاموش نمیشه؟ هر کاری کرد نتونست شمع خاموش کنه. خلاصه دراز کشیدن، اعصابشون خورد بود. چند دقیقه بعد دیدم یه نفر رفت جلو رزرشن، این شکلی بود، سلام علیکم. رزرشن گفت سلام علیکم، ببخشید اتاق خالی داره؟ گفت بله اتاق خالی دارم، ولی 4 تخته است، 2 تختشو اجاره دارم. نداره بهم بده. آقا رفت در زد، کیه؟ منم تخت داده کردم. آقا رفت تو میتونی شمع فوت کنی؟ تو میتونی شمع فوت کنی؟ کدومشم؟ اینجا. اینم رفت جلوشم، گفت دواشم بد بود، این چرا خاموش نمیشه؟ هر کاری کرد نتونست خاموش کنه. آقا اعصابشون خورد شد، صدای دراز کشیده بودن. چند دقیقه بعد یه نفر رفت جلو رزرشن، این شکلی بود، سلام علیکم. گفت سلام علیکم. گفت ببخشید اتاق خالی داری؟ گفت والا اتاق خالی دارم، 4 تخته است، 3 تختش اجاره. بده من فقط میخوام این شبانه اینجا بمونم. آقا رفت بالا در زد، کیه؟ گفت بده در باز. سلام علیکم. خلاصه گفتم تو میتونی شمع فوت کنی؟ کدومشم؟ اینشم. اینم رفت جلو، این چرا خاموش نمیشه؟ بذار فکر کنم. خاموشه، بگیری میخوابی. انشالله همیشه تنتون سالم باشه.